الله میگم شکر مرا بکنم، شکر مادر پدرت بکن. امر الله هست. انشکر لی ولی والدیک. چطور مسلمانی هستی که شکر الله را میکنی و شکر مادر پدر را نمیکنی؟ نصف امر الله را قبول داری، نصف امر دیگه الله را شکستاندی. این حال بسیاری از جوانایی که دیندار بیدین هستند، بیدین هایی که به نظر خود دیندار هستند اما صراحتاً به ضد نصوص قرآن عمل میکنن. امروز خطبه درباره این مت جوانایی هستند که باید بر از اونا گفته شود که اگر تو احساس میکنی که دیندار هستی، تو بیدین هستی و تو از چندین